سلام دوستان، من امیر حسینم و خوش اومدید به اولین ویدیو کانال امیر AXY و از الان به طور رسمی کار من توی یوتیوب شروع شد. بچه من به دلیل اینکه بازی ماینکرافت رو خیلی دوست دارم تصمیم گرفتم که برای اولین ویدیوم تا چند تا ویدیو بعدی من ماینکرافت رو پلی بدم و بعد از اون بازی دیگه و خوب رو پلی بدیم. اول از همه میخوام بهتون بگم که صورت من رو نمیتونید ببینید، فقط صدامه به دلایلی. من میذارم روی پلی و یک اکانت جدید رو شروع میکنم چون که تازه شروع کردم میزنم رو ایزی. من قبل از این بازی کردم ولی چون که اولین ویدیوه سعی میکنم زیر آسون شروع کنم. اسم مپ هم میذارم امیر AXY. خب بازی رو روی سروایو میذاریم و لایک و کامنت و ساب یادتون نره و بریم سراغ ویدیو. خب هنوز داره میاد و خب شروع شد. خب دوستان بازی شروع شد و جای خیلی خوب که نمیشه گفت خوبه دیگه، درخت زیاد داره، زمین سنگی داره. خب اول از همه کاری که یک ماینکرافت پلیر میکنه اینه که چوب بکن. بچه ویدیوهای ما قراره از 9 دقیقه تا 15 دقیقه باشه. به همین دلیل ویدیوها میذاره چون که تازه شروع کردم زیاد چیز نیست، زیاد اسم چیه میشه گفت معروف نیست و اینا. سعی میکنم ویدیوها رو با چیز کم شروع کنم. خب 10 تا دیگه بسته، 10 تا جمع کردیم. خب اول از همه میایم چیکار میکنیم؟ قشنگ چوب بار درست میکنیم، یک کرافتینگ تیبل و 8 تا استیک. بچه این مثلا تصویر بعض وقتا این کاری میکنم گیر میکنه، به بزرگی خودتون میبخشید. خب اینا رو درست کنم و بریم سنگ بکنیم تا پیککس و عکس و شمشیر سنگی درست کنیم. من بیشتر عاشق بازی شبیه سازی و استراتژیک و بقا هستم چون ولی بیشتر قرار توی این کانال بیشتر درباره این موضوع ها باز کنیم. بعضی وقتا هم در مورد چیزهای دیگه، داستان های بازی نظر بدیم، در مورد هم بازی جدید واکنش نشون میدیم و چیزهای دیگه. خب دیگه بسته کنم 20 تا. خب استیک بیشتر درست کنم. خب شمشیر، عکس، پیککس، بیل، هو و یک فرنیس. من همیشه بعد اینکه وسایلمو سنگی میکنم میرم گوسفند میکشم، چون که من خیلی حساسم روی که شب بی تخت بخوابم. خب هنوز ایس گوسفند دیگه پیدا نکردم.
من همیشه اولین خونه یه خونه مثلا 5x5 یا مثلا 6x5 درست میکنم به طور موقتی و میرم مثلا برای ماجراجویی. دمش خورد. اینا رو بکشیم و چیزی نمیبینم این طرف ها برای کشتن گوسفند. خب چون وقتی ویدیو گرفته میشه فقط بخاطر دو تا گوسفند دیگه خودمون تلف کنیم، من چون عاشق چوب سفیدم اینجا قشنگ یه گوسفند دیگه هست اینه بزنم. چه باحال، دوتا باید بشه همه. بچه من تصمیم گرفتم تو اون بالا زندگی کنم چون که من عاشق ویو ابدیم، سعی دارم که توی بالا کوه زندگی کنم. خب چوبا رو بکنیم. بچه من ویدیو رو قطع میکنم تا موقعی که خوب چوبا رو کنده باشم. خب دوستان چوبا رو کندم، خیلی هم خوب زیاد کندم و الان دیگه چوبا رو چون کندم باید برم یه گوسفند دیگه بکشم، نیاز دارم برای اینکه راحت بخوابیم. واین هستیم تا صبح بشه. چرا هیچی نیست اینجا؟ این گاوه. میرم بالای درخت ها ببینم از پایین شاید چیز دیده شه. گوسفندی هیچی نیست. من میرم اونامو درست کنم تا موقعی که یه گوسفند به چشمون بخوره دمیج کنم. اشکال نداره. خب چون که میخوام فارم کنیم باید یه خونه بیش دریا درست کنیم. خونمون رو تصمیم گرفتم اینجا درخت زیاد نیست اذیت شیم. خب با بیل اینجا رو من تمیز کنم. بچه همیشه توجه کن که اول وسط ویدیو ببینید که لایکاتون نپریده باشه، چون که یوتیوب لایکا رو میپرونه، لایکا رو به همین دلیل میگم. خب خوب شد. من اینجا رو سنگ بشونم با بیل اینجا رو قشنگ تراشکاری کنم. دوست دارم اینجا خوب شد. یه خونه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 اینم خوبه دیگه. بیایم ستونه رو درست کنیم. این خوبه. 1 2 3 بزنم بالا. خب بیایم جلوتر. بچه ویدیو تا موقع که من درست کنم ادامه داره. اگه دیگه زیاد شد مدت ویدیو مجبور میشم که ویدیو رو قطع کنم. خب قشنگ اندازه شد. یه دونم افتاد زمین. حالا این خوبه. میایم چیکار میکنیم؟ اینجا درمون رو میذاریم. اینجا یه در دوتایی درست میکنم و تموم میشه و
میره ستونش. خب من اول بیام دوباره اینا رو بکنم. غذا هم نداریم. بعد برم تو اگه خونه ساخته شد بعد برم تو فرنس بخوام درست کنم. خب 12 تا 16 میکنم تا 16 چون 64 تا. یک و دو. خوبه. فوری بریم درست کنیم تا شب نشده. 68 شو. اون یه دونم پوست کندم. خب یه دونه دیگه هم میزنم. اینا زیادی. فوری درست کنم تا شب نشده. فوری تا شب نشده. خب خیلی زود اینا رو بزنم. اینجا خب یه از اینا یه دونه از اینا. یک دو. خب من اینجا میشینم و میمونم تا خب میم اینجا رو اینجوری میکنم. خیلی خوب شد. 2 3 خونم اینجوری نگه میدارم و نه بیایم چیکار کنیم. یه کاری رو کنیم. اینجا اینا پر کنم. من 3 4 تا اینجا چوب داریم و اینو میذاریم اینجا تا این بپز. خب بچه خوشحال شدم که تا آخر ویدیو باتون موندم. نه چیز و خیلی ممنون اگه لایک کردید. خوشحال میشم. دوباره میگم لایک و ساب و کامنتون یادتون نره. ویدیو بعدی تا چند روز دیگه این بار خونه رو ساختیم. بعدش میایم یک تخت و یک بیس خیلی خوب درست میکنیم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.